در خدمت آقای دکتر حسین روازاده هستیم، کارشناس و متخصص طب سنتی و اسلامی و اینکه ایشون پزشک هستن و فارغ التحصیل از دانشکده تهران و دارای تحصیلات عالیه در اروپا. حالا من اگر اجازه بدید میخوام که باب گفتگو رو دست خود شما بدم. اگر فکر میکنید نکات بسیار بسیار مهمی که مطمئنا در این طی چند برنامه اخیر ما داشتیم شما میتونید خودتون اشاره کنید، بفرمایید. در ژاپن شما میدونید که دومین دومین رده خودکشی رو در جهان ژاپن داره. بله. ما علت اینو خودمون از دیدگاه طب سنتی بررسی کردیم که ببینیم چرا این موضوع هست. اطلاعاتی که به دست ما رسید ما متوجه شدیم که اینها ماهی بسیار زیاد میخورن. بله، ماهی زیاد میخورن. این به خاطر همینه. اون فرد به سکون میره، یعنی ساکت میشه دیگه، نمیتونه به اون صورت سرعت عمل داشته باشه تا جایی این سکون ادامه پیدا میکنه که از خودش میپرسه که خب من چرا باید زنده باشم. به این علت دست به خودکشی میزنه. باید بیان بشینیم بررسی کنیم، توجیه علمیش رو پیدا کنیم. بله. آقای دکتر روازاده، با این حال خیلی ممنون و تشکر میکنیم از اینکه در واقع ممنون و سپاسگزاریم، در واقع هم تشکر میکنیم از اینکه اینقدر لطف میکنین و این مطالب بسیار خوبی رو در مورد از شما تشکر میکنم. زنده باشین. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و خدا نگهدار. هم نفس با خورشید، هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن، مثل با هم بودن، قطره قطره با